زمان امروز آمدیم به چشمه دخت. شریقا ما اگان وقت طرف پروان میریم باز اینجا میایم اینجا بولانی میخریم. مردم از اون دوران سابقه بولاری را می‌آوردن از خانه پخته کردگی دیگه بازی را دیگه به فروش میرساندن. خوردن دخت در هر فصل در اینجا لذت خاص خود داره. بولانیش نسبت به دیگه جاها کده باز اینجا خوبتر است. استاد کار ما قبول نکرد، گفت زیاد سرخ شده و دوستایی که به خریدار میایین اینو نمیخورن. دوستای عزیز، جدا از اینکه اینجا بولانی رو در تاوا پخته میکنن و بولانی تندوری همچنان در اینجا پخته میکنن، بیاین بریم ببینیم که چطور است. سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به یکی از برنامه‌های دیگر. ما امروز آمدیم به چشمه دخت. چشمه دخت در شهرهای قرار داره که اکثرا ولایت که طرف شمال افغانستان موقعیت دارد، در اینجا قرار داره و اکثرا دوستایی که از طرف شمال به کابل میایه و یا از کابل به طرف ولایت شمال میرن حتما از این چشمه دخت دیدن میکنند. دوستای عزیز، اگرچه ما در فصل سرما قرار داریم اما شما عملا در تصویر میبینید که دوغ هنوز هم موجود است، یعنی خوردن دوغ در هر فصل
در اینجا لذت خاص خود داره. بیاین بریم ببینیم که چشمه دوغ، کسایی که در اینجا دکان دارن دوغ بفروشن بولانی چی گفتنی هایی دارن و در کدام فصل فروشاتشان زیادتر می باشه. سلام، وقتتان بخیر. سلام علیکم، خوب هستی؟ بخیر صحتمند؟ زنده باشین. میشه خودم معرفی بکنید؟ ظهور هستم. ظهور جان، خودت چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنی؟ دکان از خودت است یا شاگرد هستی؟ مدت یک 3-4 سال میشه دیگه، شاگرد هستیم. والا در کدام بخش کار میکنی ظهور جان؟ در این بخش هستیم، بولانی پخته میکنیم، بولانی پر میکنیم، آشگاز میکنیم. در این بخش هستیم دیگه، داخل نیستیم که مثلا در خمیر کردن یا گپا از خانه میاد تیار کچلو پوست میکنه میشه دیگه. فعلا بولانی پر کو، آشگاز کو، پختش کو به مشتری بدیم بس. ظهور جان، میشه راجع به چشمه دوغ بر ما بگویی؟ والا چشمه دوغ دیگه 1.5 سال میشه، یک چیزی یک مسئله داره که سابق بود میشه. سابق اینجا قسمت جای است اون طرف است دیگه، از مردم از اون دوران سابقه بولاری را میآوردن از خانه پخته کردگی دیگه، بازی را اینجا به فروش میرساندن دیگه. کم یک نفر دو نفر کم کم بالاخره دکان جور شد. از دکان دیگه الان رقم بازار از چشمه دوغ رشد کرد دیگه، حالا بازار زیاد شده دیگه. من کلی به نام چشمه دوغ میاد و بولانی میخوره و دیگه میرقم ادامه داره. چطور از بازدهی فصل فروشات؟ والا شکر خداست خوب است دیگه. خود زمستان نسبتا دیگه کارا سیف است، با شکر خداست میشه مقروز شو میچله. میگن که چشمه دوغ که بیای دوغش در هر فصل مزه میکنه. بله گپ خاصه، بولانی به دوغ کی مزه میته. بس چند نفر در اینجا کار میکنه؟ 3 نفر 4 نفر دیگه میشه. نظر به روز است یعنی؟ کار دیده دیگه اگر نفر میباشه، روزای جمعه زیادتر میباشیم تا 5 نفر 6 نفر دیگه، روزای دیگه 3 نفر 4 نفر میباشیم. بسیار خوب. ظهور جان، جدا از اینکه در دکان کار میکنین در بخش بولانی دوغ و این گپا، درس هم خوانده؟ درس هم خواندیم بله ها. خلاص کردین مکتب یا ادامه دارین؟ مکتب دیگه صرف 11 سیم سال آخر است دیگه. بسیار خوب. ان شاء الله بخیر مکتب خلاص کنید. چی میخوای شه؟ والا مکتب خلاص کنم بخیر دیگه، تصمیم دارم که انجینری بخونم. ان شاء الله بخیر موفق باشی، به هدفت برسی، به کار بارتان برکت. زنده و سلامت باشید. تشکر از شما. دوستان عزیز، بیا بریم در بخش دیگه که برادر ما مصروف کار هستن، ببینیم که چی کارا میکنن. فکر کنم مصروف تهیه کردن بولانی هستن. سلام، وقتتان بخیر. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. میشه نامک بگید؟ محمد الهام هستم. الهام جان، خود دال بولانی تیار میکنی؟ بله ها. بولانی چی رو تیار میکنی؟ بولانی کچالو. الهام جان، در یک روز چند دانه بولانی کچالو آماده میکنی؟ در یک روز معمولا 50 الی 60 تا. چند سیر کچالو؟ 2 سیر، 1.5 سیر معمولا. باز طرفدار که بولانی کچالو زیاد هستن یا از گندنه؟ معمولا مردم ما که هست یا میکس میخوره و بعضی ها زیادترش علاقمند به گندنه. امی گندنه و کچالو و خمیر در خانه تیار میکنین یا نه امیجا خودتان؟ نه، همیشه خودم تیارش میکنیم. خمیر کردن هم بلد هستی؟ بله ها. چقدر خوب. دوستای عزیز، دیگه نگوین که مردا خمیر کردن بلد نیستن. الهام جان خمیر کردن هم بلد است. خب الهام جان، کدام بولانی تهیه میکنی، گندنه یا کچالو؟ فعلا گندنه. پس شکایت نکرده که گندنه ریک داشتی یا که صحیح نشده بودین؟ نه خیر، مشتری های ما که همیشه وقت میای پیش ما خوش میباشن و خوش میرن از اینجا. همیشه خوش باشن مشتریایتان. الهام جان، درس هم میخوانین؟ بله ها. صنف چند هستین؟ صنف 10. ماشاءالله. چند نمره هستی الهام جان؟ صنف یکایت میبینم اکثر. 3 نمره. ماشاءالله. این الهام جان بر علاوه کار میکنه درس هم میخوانه، 3 نمره هم هست. شما کارتان نکنین ما ببینم که ما هم تو یاد دارم، یعنی ما جایتان میشه یکی را پر کنم؟ میشه ها، چرا نمیشه. های مایک مرا بگیرین. دوستان عزیز، باشین ما مثل الهام جان والله قسم یعنی. الهام جان، میتونم یک بولانی تیار بکنم یعنی؟
انشالله که بتانم الهام جان وره لایق باشم. الهام جان اگه جایش خراب شد باز با ما بگو ها. ما شما لایق نیستیم، شما ماشاءالله بسیار لایق هستیم. ها الهام جان چطور از کار ما خوب شست؟ چطور از کار بارت الهام جان در اینجا؟ میشه؟ ها در پشتشان بزنم؟ این اصلا خب بگو مرا که باز ما بزنم. الهام جان جدا از این که مثلا درس میخوانی حال که مکتبا خلاص شده چی تصمیم داری؟ با کدام کورس میری؟ مدرسه میری؟ یا درسای در خانه ادامه میدی؟ آنلاین میخوانی؟ چقدر خوب از دوستا وقتی میبینی هم به کار بار علاقه دارن الهام جان، هم بره درس آنلاین. در آنلاین چی میخوانی الهام جان؟ ماشاءالله بسیار خوب. صحیح است نه؟ باش من دوستا میخوایم بولانی گندنه آماده کنم. دوستای عزیز این گندنه است که الهام جان قبلا گفت که پاک صفا در خانه شسته شده، چقدر خوب شامه است. باش ببینم که ما همون الهام جان وره لایق هستم یا نه. الهام جان سر ما خنده میکنم میگن لایق نیستی. هم ترس الهام این بولانی رو تیار میکنیم برای کامرامین ما تیار میکنیم و زیاد یک ذره یک مرچ خوش داره. جای دوستا خالی انشالله که دلکتان او نشد دور از دلتان. استاد الهام چطور بودی؟ بولانی را که من پخته کرده بودم مورد پسندتان است یا نه قابل انتقاد است؟ آشگاز صحیح بوده ولی بسیار سرخ شده ای. امروز شاگردانگی نمیتین مرا؟ خیر باشه شاگردانگی هم میتونیم صحیح میشین یک چند روز بعد بخیر با یک ویدیوی دیگه میگیریم. انشالله بخیر. من زیاد تمرین میکنم فقط در بخش پخته کردن مشکل دارم. حتما استاد روغن زیاد داغ بوده. بله یا بله. آخه اینجا گناهی من نیست استاد. صحیح. دوستای عزیز دیدین که استاد کار من قبول نکرد، گفت زیاد سرخ شده و دوستایی که به خریدار میایین اینا نمیخورن خاطر که میگن زیاد تیز پخته شده. انشالله میگه چند روز دیگه کار بکن باز بیا دوباره صحیح شاگرد لایق میشی. درم وقتان بخیر. همشیره خوب است؟ نیست شما خوب است؟ بخیر هستین؟ شکر. زنده و سلامت. سلامت باشین. میشه خود معرفی بکنید؟ اسم عبدالمسعود است. غفاری تخلص میکنیم. غفور صاحب بزرگوار چی باعث شد که شما آمدین به چشمه دوغ بولانی خورده؟ همشیره قن ما اگان وقت طرف پروان میریم باز اینجا میایم اینجا بولانی میخریم. در بولانی زیاد دوغش بازم ماستش در خوبتر است. ماست کابل میایم. شما از کابل طرف پروان روانه؟ بله طرف پروان میریم. چطور بود بولانی دوغ چتنی و ماست؟ خوب است، بد نیست. بولانیش نسبت به دیگه جاها کده باز جا خوبتر است چون یه جای بولانی و دوغ است دیگه. بله مرکز دوغ دیگه دمیج است. مرکز دوغ همیج است. بله دوغ میگن دیگه حتما دیگه بعد طبعا باید خوب باشه نسبت به دیگه جاها کده. وقتی گپ از بولانی و چشمه دوغ است طبعا باید کیفیتش خوبی باشه. من وقتی خورد بودم چشمه دوغ میگفتن فکر میکردم که یک مثل دریا و یک جای است از اونجا دوغ میره. یه مفکوره در فکر شما هم بوده یا نه؟ بله هم تا یک مفکوره ما هم داشتیم دیگر. شاید هم تا یک بوده باشه در سابقا نمیفهم که دقیقش که
امی چشمه دوغ چرا میگن ما تا فعلا هم نمیفهم. خب چون از نامش پیداست چشمه، وقتی چشمه را میگیرن فکر میکنین که یک جای از دوغ روان است. ما هم تو فکر میکردم. آره قبلا ما هم تو فکر میکردیم. دوستای عزیز تنهای فکر فعلا خود امکان ندارد یکی تو دوغ با باید باشه که چشمه دوغ باشه، یا مثلا در کابل یک قسمت جای جوی شیر میگن دیگه. فکر نمی کنم که جوی شیر همون رقم جوی بوده باشه که شیر روان بوده، اما اون تک شاید کدام داستان داشته باشه، اما خودم نمیفهم که داستان چی است. دوستای عزیز یعنی تنها فکر ما نبود که وقت نام از چشمه دوغ یاد میشد، تصور ما همی بود که شاید یک چشمه باشه و یک جوی باشه که دوغ روان باشه. ای برادر ما همچنان هم تو فکر میکنه. ببخشید که مزاحم نانتان شدیم دیگه. به شما سفر خوش. تشکر. زنده باشین، خواهش میکنم. اگر امروز ما میمان میشین خود مقصد بولانی هم تیار است، ماست هم تیار است. سلامت باشین. نوش جان. تشکر، بخیر، سلامت باشین. سلام علیکم. سلام علیکم. وقتتان بخیر. خیلی سلامت باشین. میشه خدمت؟ سمیر هستم از ولسوالی شکردره قریه جپید. سمیر جان خود در بخش بولانی پختن است؟ بله. روزانه چقدر بولانی پخته میکنی؟ روزانه میره 50 تا 60 تا. زیادتر کدام بولانی فروش زیاده، گندنه یا کچول؟ کچولو. بس روزانه شما که بولانی رو پخته میکنین کچولویش در خانه تیار میکنین یا میشه؟ نه همینجا خود ما جور میکنیم. بسیار خوب ماشاءالله. دانه چند از بولانی؟ 20 روپیه. دوستای عزیز سمیر جان هم در بخش بولانی پختن کار میکنه و روزانه میگه 50 تا 60 تا بولانی رو پخته میکنم. موفق باشی سمیر جان. بخیر سلامت باشی. دوستای عزیز جدا از اینکه اینجا بولانی رو در تاوا پخته میکنن و بولانی تندوری همچنان در اینجا پخته میکنن، بیاین بریم ببینیم که چطور است. تندورشان گازی است، چوبی است. بولانی تندوری چه قسم پخته میشه و تای مراحلش مثل بولانی تاوگی است یا متفاوت‌تر است؟ علاقمند کدام بولانی زیاد است، تندوری یا تاوگی؟ تندوری. خاطر که روغن نداره؟ بله ها. این دوستان عزیز علاقمند زیاد هم به بولانی تندوری هستن. مطمئنم که ما بولانی تندوری رو خوبتر از تاوگی پخته میکنم. میبینیم بخیر. وقتتان بخیر. سلامت باشید. عزیز برادر ما بولانی تندوری پخته میکنن، بیاین ببینیم که چه قسم پخته میکنن. تندورای خانه تا تندورای بیرون فرق داره؟ تندورایی که در خانه هستن امروز تندورایی که شما در اینجا بولانی پخته میکنین فرق داره؟ بله حالا فرق میکنه، چون که آی نیست از خانه که نیست. تندورتان گازی است دیگه؟ آزادی است. خب چطور است مصرفش؟ خب است کم است مصرف. با تندورایی که در خانه بولانی درش پخته میشه مزه‌دارتر میاد یا همه تراسی هم یا نه؟ خب است دیگه خانه و بیرون فرق میکنه دیگه، فرق داره. کدامش مزه‌دارتره؟ از خانه دوستان عزیز یعنی برادر ما میخواد یک بولانی رو در تندور بر ما پخته بکنه، بیاین ببینیم که چه قسم پخته میکنه. دیگه شده. ایش از تاوگی است میگه دیگه تندوری مندازه. دوستای عزیز مثلا تنها اینجا بولانی پخته نمیشه، اینجا جای فامیلی هم داره و کسایی که بخواین امرای فامیل خودانم بیان مثل خانه وار توشک قالین وار است و همچنان میز چوکی است و در جایی که راحت باشن دوستا و فامیلا میتونن بیاین امرای فامیل خود از این دوغ و بولانی مزه‌دار چشمه دوغ لذت ببره.
چطور است باز بولانی تندوری طرفدارای خود داره و کدام طبقه زیاد طرفدارش از خانم‌ها یا آقایان؟ کسایی که از چربی پرهیز هستند. کدام خاطر جالب دارین تا حالا از اینجا پخته کردن؟ کدام وقت بولانی در تندور سوخته یا نه؟ میسوزه. باز روزانه در تندور چقدر بولانی پخته میکنه؟ تاوگی طرفدار خود داره. خو همین مشهورترین قسمت هم در اینجا بولانی و دوغ تاوگیش هستن. فکر کنم تندوری نو رواج شده دیگه، در سابق نبود. فامیلا که بیاین اینجا کدام مشکل ندارن، جای داره نه؟ کدام روزای هفته زیاد بیروبار می باشه؟ روزای جمعه فقط روزای جمعه بیروبار کدام می داشته باشن؟ شنبه. زیادتر از کدام ولایت ها اینجا می آین؟ کابل، سمت شمال؟ چون در مسیر شهرهای کابل و شمال است نه؟ مردم کابل زیاد. مردم کابل می آین. خودشون اونا در طول هفته خسته می باشن؟ بله. و باز می آین اینجا روزای جمعه. و طرف میلام که برن حتما اینجا می آین برای خوردن بولانی و دوغ چشمه دوغ. دوستای عزیز، تهیهش خلاص تا بخش پختنش است و ما میخوایم این بولانی رو در این تندور پخته کنم انشالله که خراب نبیایه و نسوزه، که از اینجا مثل که از قبلا الهام جان گفت که شاگرد خوب نبودی، حداقل اینجا شاگرد خوب باش. دوستان عزیز چند دقیقه منتظر میشینیم تا که بولانی در تندور پخته شود، چون تندور گازی شاید یکم وقت بگیره. باز ببینیم که چطور میشه. من فقط نمیقدر یاد داشتم که بولانی رو در تندور بزنم، دیگه کارش مربوط استاد میشه. دوستان عزیز بیا که بولانی پخته شده، از حد زیاد پخته شده. بیا ببینیم که استاد چی میگه. به نظر من در اینجا پوینت منفی گرفتم. چه قسم کندم چه نه قسم اینجا اینه با کمک ضرورت شد. نه به خدا خوبش آمده. به به خوبش آمده دوستای عزیز. استاد نظر بدین چطور آمده؟ چند نمره داره؟ 7 نمره. نه چرب شام باش که چرب شام کنم دوستای عزیز. این از شکر نمره گرفتم، یعنی از این معلومه شک ما هم تنبل نیستم به خدا. این کار شاگردانگی امروزم از دوستای عزیز. از طرف استاد خود تایید شدم، انشالله که خوش شما هم چنان آمده باشه و از طرف شما هم قابل تایید باشه. دوستای عزیز امروز شما را آورده بودیم با خدمت چشمه دوغ. انشالله که از دیدن برنامه ما لذت ببرین و تا برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم. یادتان نره که چینل لایک، شیر و سابسکرایب بکنید.